مقامات تاجیکستان میگویند قرار است عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان روز 10 انور به دوشنبه بیاید و با مقامات بلندپایه آمادگی ها به سفر رئیس جمهور شوکت میرزیوف را بررسی کند. از این پیشتر خود شوکت میرزیوف ضمن سخنرانی در حضور وکیلان مجلس ولایت تاشکند گفت که ازبکستان از این بعد با تاجیکستان مثل همسایه خوب زندگی خواهند کرد. درباره دورنمای همکاری ها بین دو همسایه کشور صحبت داریم با سیراجدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. سیراجدین، به برنامه ما خوش آمدید و واقعا خود شما هم سخنرانی شوکت میرزیوف را دیدید که گفت بعد از این تاجیکستان و ازبکستان دوستی خوب خواهند بود. تا کجا سخنانش به عمل موافقن؟ واقعا صمیمی هستند؟ بدون شک میتونیم گوییم که سخنرانی شوکت میرزیوف بدون شک صمیمانه است، چون اگر به فعالیت یک سال گذشته شوکت میرزیوف نگاه کنیم و به همه همسایه منطقه با قرقیزستان، قزاقستان، حتی ترکمنستان و روسیه مناسباتش را خیلی حسن کرد و کوشش دارد با تاجیکستان نیز علاقه به رابطه های ازبکستان را خوبتر و عمیق‌تر کند که این البته در کوشش های او دیده می شود. خود شوکت میرزیوف هم در این سخنرانی اعتراف کرد که بهتر کردن مناسبت با همسایه ها از جمله تاجیکستان آسان نخواهد بود. واقعا کدام مشکلات است که رفع آنها با آسانی میسر نمی شود؟ باید بگویم که میراث اسلام کریموف خیلی سنگین بود. شوکت میرزیوف کوشش دارد که با همسایه مناسباتش خوب کند، ولی آن کوههایی که اسلام کریم ساخت و رفت، یخها را آب کردن آسان نیست. ماینها در سرحد، ویزا، نقلیات، غیر از این روابط اقتصادی، روابیای مردم اصلا تقریبا وجود نداشت که این البته به مناسبات دو کشور خیلی منفی تاثیر خودش را میگذاشت. شوکت میرزیوف میخواهد که این را از نو احیا کند و با همسایه چون برادر زندگی کند. خودش هم اعلام کرد و گفت که سازشنامه‌های خیلی کلان را میخواهد با تاجیکستان امضا کند، از جمله در ساحه نقلیات، ترانزیت قطارها از قلمرو تاجیکستان، روابط اقتصادی، تجاری و غیره، که این البته آسان نخواهد بود چون مسائل خیلی زیاد است که امروز حل خودش رو پیدا نکرده است. مثلا مسائل سرحدی، استفاده بردن مثلا گیس فرهاد، اینا البته مسائل هستند که حل خودش را هنوزم پیدا نکرده. هر وقتی که ما در مطبوعات تاجیکستان خبری راجع به بهتر شدن همکاری‌های تاجیکستان و ازبکستان می‌بینیم و واکنش‌ها بسیار مثبت هستند و مردم هم واقعا استقبال میکنن از این خبرها. شما با مردم در ازبکستان صحبت میکنید، واکنشات در آنجا چگونه هست؟ خیلی مثبت است، خیلی مثبت است. آنها هم میخوان که با تاجیکستان مناسبات ازبکستان خیلی خوب باشد، نزدیک باشد، چون پیشتر وقتی زمان شوروی باشد اصلا ویزا نباشد، ماینها نباشد، مردم آزادان رفت رو بیا کنند، رابطه های اقتصادی خوبتر شود، تجارت هم پیش رود. خیلی چیزا هست که از تاجیکستان میتواند مثلا مردم ازبکستان بخرد و مردم تاجیکستان میتواند از ازبکستان بخرد. میدانیم که مثلا در ازبکستان خیلی شهروندای تاجیکستان که سالهای جنگ داخلی تاجیکستان با ازبکستان رفته بودن، اونا میخوان مثلا آزادانه رفته خشتبار خودشون رو ببینن و اونهایی هستن که مثلا در تاجیکستان از ازبکستان کلین شده فراموده هستند یا که کوچ کرده هستند، اینها نیست میتونن مثلا میخوان به ازبکستان بیاند و مثلا آزادانه رو بیا کنند که این البته در زمان اسلام کریموف تقریبا امکان ناپذیر بود. امروز این امکان پیدا شده است و شوکت میرزیوف میخواد اینا پرثمر استفاده کند و به نظر من طرف تاجیکستان، حکومت تاجیکستان نیست آماده است این روابط گویم که یخ شده را آب کند. تشکر. همکارم سیراجدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر سیراجدین.